یک مؤسسه و آکادمی رو شما راه اندازی کردید تحت عنوان شیوار. اینجا هم لازم شیوار رو خدمت بینندگان توضیح بدم. به زبان بلوچی به معنای هوشیار و خردمند و تعبیر میشه. این آکادمی با چه هدفی آغاز به کار کرده و دنبال چه هستید از این آکادمی که ایجاد شده؟ خیلی ممنون. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای سوری عزیز و خدمت دوست و خواهر عزیزم سارا جان افراسیابی عزیز و همه بینندگان محترم برنامه که ما رو امروز می‌بینن و ممنونم از دعوت شما. قبل از هر چیز آقای سوری، همونطور که خود شما هم اشاره کردید، ما در آستانه در واقع جنبش زن زندگی سالگرد جنبش زن زندگی آزادی هستیم و خیلی به نظر من زمان مناسبی بود که در واقع ممنون از شما بابت دعوتمون در این زمان که حرف‌هایی رو که در واقع در طی این 2 سال مخصوصاً و اتفاقاتی رو که افتاده، حرف‌هایی که گفته نشده رو شاید بتونیم در این زمان بگیم. ببینید، حالا بحث من بیشتر دلم میخواد اینجا در مورد زنان بلوچ صحبت بکنم، با توجه به اینکه از در بحث جنبش شد، از حضور زنان بلوچ، از در واقع فعالیت‌های زنان بلوچ، از زمانی که جنبش ژینا آغاز شد حتی قبل از در واقع جمعه خونین زاهدان، به اونها دوست دارم بپردازم. ولی شما صحبت از آکادمی شیوار هم کردید که من میخوام بگم ما که حتما در رابطه با اون جنبش ژینا در پایان حتما صحبت خواهیم کرد. ما وقت برنامه‌مون خوشبختانه وقت کافی است و حتما در پایان به صورت خاص به اون خواهیم پرداخت. بله حتما. من پس میخوام بگم که در واقع این ایده شیوار آکادمیا خیلی مرتبط هستش به جنبش زن زندگی آزادی، چرا که 2 سال پیش وقتی که در واقع این اتفاقات در ایران افتاد، بعد از در واقع قیام ژینا و مخصوصا بعد از جمعه خونین زاهدان، با اون حجم اتفاقات عظیمی که در بلوچستان افتاد و ما شاهد حضور در واقع پرشور و دلیرانه دختران بلوچ در خیابان‌ها بودیم، شاهد دستگیریشون بودیم و خب اتفاقات دردناک هر روز خیلی زیاد بود. 1 سال و نیم مردم ما کف خیابون بودن. من خودم به عنوان یک زن بلوچی که خب داخل بلوچستان نبودم، اما ما فقط خودتون میدونید جسممون اینجا خارج از ایران هستش، خودمون تمام روحمون فکرمون اونجاست و فکر می‌کردم که چیکار میتونم به سهم خودم چیکار میتونم بکنم در این زمان که با خواهران خودم، خواهران بلوچی که در واقع ساکن بلوچستان نیستن الان و خارج از ایران هستن، چطور کمک کنیم در واقع به دختران ما در بلوچستان صدا داشتن، ما چطور کمک میکردیم که بتونیم انعکاس صدای اونها باشیم. در واقع اونها بودن که الگوی خود من به شخصه بودن و الگوی مبارزات من به شخصه بودن. وقتی که دختران در 5 مهر اومدن توی چابهار، تو خیابونها، من با خودم فکر کردم اونها با اون شرایط سختی که داخل بلوچستان هستش، هم نظام در واقع اون سنتی حاکم بر جامعه و هم در واقع اون جبری که از سمت حکومت هستش، وظیفه ما در این زمان چی هستش. نوامبر سال، یعنی 2 ماه تقریبا بعد از اون اتفاقات بود، نوامبر سال 2022 بود، من تصمیم گرفتم با تعداد اندکی از خانمای بلوچی که میشناختم خارج از ایران یک گروه واتساپی در ابتدا ما زدیم که بتونیم کنار همدیگه فعالیت بکنیم و در واقع انعکاس صدای خواهرانمون، صدای مردممون توی بلوچستان باشیم. ما در ابتدا این گروه رو در واقع افتتاح کردیم برای اینکه اخبار رو کنار همدیگه چک بکنیم و با همدیگه تقسیم کار بکنیم و اسم گروه رو گذاشتیم همون ترجمه در واقع ژن آزادی رو به بلوچی زن جنین زند آجویی. و بعد فکر کردیم که چرا در واقع جمهوری اسلامی، چیزی که ایده شیوار آکادمی از اینجا اومد، ما چرا جمهوری اسلامی
اینقدر یکی از محرومیت هایی که ما توی بلوچستان خیلی زیاد داریم در واقع محرومیت از آموزش هستش، محرومیت از امکانات آموزشی هستش. شما میدونید که چه تعداد در واقع کودک بازمانده از تحصیل و محروم از تحصیل در بلوچستان هستش و فکر کردیم که چرا جمهوری اسلامی به سرزمینی که خودش واقعا اینقدر ثروتمند هستش و اون رو در محرومیت نگه داشته. و خانم بلوچ، من یه نکته ای رو من میخوام کلامتون رشتهش از دست نره. من یه انتقاد کوچک به صحبت‌های شما بکنم. ببینید، ما واژه محرومیت رو بیایم از نام بلوچستان حذف بکنیم. میدونید چرا؟ بلوچستان محروم نیست. بلوچستان تعمدی به این سمت پیش رفته. بلوچستان سرشار از اون ذخایر و معادن طبیعی است و سرشار از اون استعدادهای ناب انسانی است که در این منطقه زندگی میکنن. و به هر حال من این رو عذرخواهی میکنم میون کلامتون اومدم، چون فکر میکنم دو سه بار کلمه محرومیت رو به کار بردید. من خیلی دوست دارم این واژه واقعا از اون واژه کلمات که در رابطه با بلوچستان گفته میشه کنار زده بشه، چون ما محروم نیستیم. ما هم تواناییم، هم استعداد داریم، همه اون چیزی که ما داریم در بلوچستان وجود داره، اما اینها دیده نشده. بله بفرمایید. نه، منظور من همین هستش آقای سوری. متاسفانه واژه محرومیت یک در واقع واقعیت تلخی هستش که وجود داره، اما وقتی که ما از محرومیت صحبت میکنیم به این معنی نیستش که ما محروم، در واقعیت ما سرزمین محرومی هستیم. بحث من در واقع به چرا ما رو محروم نگه داشتن. منظور من این هستش، یعنی که چرا دلیل این که جمهوری اسلامی فرزندان ما رو محروم کرده از تحصیل، محروم کرده از داشتن ثروت‌های مملکتشون چیه؟ اون دقیقاً منظور من همون محرومیت عامدانه هستش. وگرنه من کاملا با این مسئله موافق هستم که سرزمین ما یک سرزمین ثروتمند هستش، ولی چرا محروم نگه داشته شده؟ چرا کودکان ما در واقع شهروند درجه چندم هستن؟ من واقعا عذرخواهی میکنم میون کلامتون رو بدم و شما اون بحث خودتون رو حتما ادامه بدید. بله خواهش میکنم. دقیقاً من فکرم بود که چرا این محرومیت وجود داره برای ما، برای مردم بلوچ این محرومیت رقم خورده و آموزش کمترین در واقع چیزی هستش که یک حکومت و یک دولت باید برای مردم خودش فراهم بکنه. وقتی که دختران توی چابهار دستگیر شدن، این مسئله برای ما روشن‌تر شد که جمهوری اسلامی از وجود انسان‌های آگاه، از وجود زنان آگاه، در واقع از وجود زنانی که از حق خودشون باخبر هستن، مطلع هستن، دانش دارن، میترسه. و مخصوصا توی بلوچستان که همیشه سعی کرده، من فکر میکنم که این ترفند حکومت بود که با یعنی پررنگ کردن کلیدواژه‌هایی مثل ناموس، تعصب، غیرت در بین مردم در جوامع سنتی برای همین روزها بوده که در واقع از این کلیدواژه‌ها بیاد به نفع خودش استفاده کنه و سعی بکنه زنان رو در پستوی خانه‌ها نگه داره. اما زنان در 5 مهر در زاهدان نشون دادن که در واقع تمام این ترفندهای حکومت، تمام این تلاش‌هاش بی‌ثمر بوده و اونها اومدن تو خیابون و کنار مردان و پسران شعار دادن. در روز 5 مهر یا 12 نفر دختر بلوچ بازداشت شد و دستگیر شد. ما این گروه رو زدیم و بعد فکر کردیم که خب ما این رو ادامه بدیم و سعی کنیم دقیقاً روی همون موضعی که جمهوری اسلامی نمیخواد و مردم ما رو عامدانه محروم نگه داشته شده روی اون تلاش بکنیم. و اتفاقاً توی اون گروه ما سعی کردیم از دوستان کرد هم استفاده کردیم. چند تا از دوستان کرد اومدن توی اون گروه و سعی کردیم از تجربیات اونها استفاده بکنیم که بتونیم چیکار بکنیم و اسم این رو تبدیل کردیم با در واقع همفکری هم دیگه اسم شیوار رو انتخاب کردیم و این اسم شیوار هم در واقع که انتخاب کردیم، همونطور که شما گفتیم واژه بلوچی به معنی هوشیار و آگاهه، این هم هدفمند بود که یعنی می‌خواستیم نشون بدیم که زن بلوچ هوشیاره، نسبت به حق و حقوق خودش آگاهه و شما نمیتونید دیگه از این به بعد اون رو با این کلیدواژه‌ها سرکوب بکنید. و فکر کردیم که این شیوار آکادمی رو با هم دیگه اسمش رو انتخاب کردیم، براش در واقع پیج اینستاگرام
تلگرامی درست کردیم و میخواستیم که در آینده این رو در واقع تبدیل به یک آکادمیایی بکنیم که بتونیم در اونجا آموزش‌های آنلاین بذاریم. گرچه ما میدونیم که فشار بر روی مردم ما توی بلوچستان، توی ایران زیاده و ما نمیتونستیم مستقیم با دختران و زنان در ارتباط باشیم و این پیج شیوار آکادمیا میتونست یک در واقع ارتباطی بین ما و خواهران ما و کودکان ما و حتی مردان در بلوچستان باشه که بتونیم از اینجا در واقع یک قدمی برداریم و همون چیزی رو که ما پا گذاشته جمهوری اسلامی روش، ما اون رو در واقع روی اون کار بکنیم و مردم خودمون رو که خودشون آگاه هستن بتونیم از این طریق یک کمکی هرچند کوچیکی انجام بدیم. از اون تاریخ آقای سوری تقریبا 2 سال میگذره دیگه، ما فکر کردیم که خب این برای این که بتونیم در واقع این قدم رو در واقع جلوتر ببریم و همراهی زنان بیشتری رو اتفاقا از داخل بلوچستان داشته باشیم، مردان بیشتری رو داشته باشیم، شیوار رو من اینجا در واقع لندن ثبت کردم به عنوان یک سازمانی که هدفش آموزش و آگاهی هستش. و البته این رو هم بگم شیوار فقط سازمانی نیستش که برای زنان باشه. ما فکر میکنیم که در شیوار ما این اعتقاد رو داریم که زنان و مردان در یک جامعه کنار همدیگه میتونن یک جامعه رو بسازن، میتونن فرزندانی آگاه رو در واقع پرورش بدن، چون یک فرزند پدر داره و مادر داره و هر دوی آنها در واقع هر دوی پدر و مادر هستن که با همدیگه کنار همدیگه میتونن یک فرزند آگاه رو بدن. به همین خاطر شیوار شاید نوشته بستری برای مهارت ورزی زنان، ولی کاملا یک سازمانی هستش که میطلبه حضور زنان و مردان رو کنار هم دیگه. شیوار سازمانی هستش که میخواد بگه که زن بلوچ مطالبه گره، زن بلوچ دادخواهه، زن بلوچ آگاهه، زن بلوچ هوشیاره و این در واقع حالا یک مقدمه طولانی بود از شیوار. حالا من در ادامه بیشتر هم خواهم گفته. ما حالا نمیدونم اگه الان فرصت داشته باشم یا بعدا، من میخواستم در مورد یک کاری که ما در واقع توی شیوار هم الان شروع کردیم انجام دادیم صحبت بکنم. خانم افراسیابی خیلی منتظر مونده، اگر اجازه بدید ما اونجا یه سری بزنیم و دوباره در خدمت شما باشیم. شما به نکات خیلی ارزشمندی اشاره کردید، به خصوص در رابطه با آموزش. اینجا خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم که در آستانه سال تحصیلی هم قرار گرفتیم. 148,000 کودک بازمانده از تحصیل همین الان در بلوچستان وجود دارن. یعنی آماری که واقعا تکان دهنده است و دل هر انسان آزاده‌ای رو میتونه به لرزه در بیاره. شما بیاید نگاه بکنید، در حالا تنها آموزش نیست، در همه شاخصهای رشد وقتی نگاه میکنید، نام بلوچستان، نام کردستان، نام استانهایی که به نوعی حالا یک تضادی با حاکمیت از لحاظ فرهنگی، از لحاظ مذهبی، از خیلی از مباحث دیگر دارن، حتی از لحاظ گویش و پوشش. و الان هم ما میبینیم که در همین برنامه ما خیلی جالبه که 2 بانوی بزرگوار رو داریم که با 2 پوشش بسیار اصیل اومدن تو این برنامه و این به هر حال جای افتخار هست که ایرانی با این همه گوناگونی و با یک مثال یه رنگین کمان زیبایی رو داریم که این زیبایی‌ها هرگز به چشم حاکمیت تحت عنوان زیبایی دیده نمیشه. این یکی از اون چیزهایی است که امروز باعث شده که جنبش‌های اصیلی مثل جنبش زن زندگی آزادی به وجود بیاد.